یه چیز دیگه بپرسم، پوریا متولد چنده؟ با منی؟ کس دیگه توی استودیو 1371. پس یه مدرکی که وجود داره برای اینکه ایشون 1369 چیه؟ هیچ اون مدرک فیک. مدرک 69 فیکه؟ بله. آخه موقع جوانان فرستاد جوانان ذوباهن اون موقع چیز بود. الان اون موقع بازیکن نوجوانان ذوباهن بود. الان 1371 طبق شناسنامه‌اش. مگه شناسنامه شما قبول ندارید؟ نه میگم آخه بعد 20 سال انگار یه شناسنامه دیگه گرفته. نه ایشون از روز اولی که اومد تو فوتبال شناسنامه شد 71. یعنی برای داوری نیومد. شناسنامه شد قبلش چند بود؟ 69 بود. دقیقاً 11 سال. خب 2 سال ثغره داره دیگه. پس برای داوری نداره. برای داوری نکرده. اصلا این سن واقعیش 71، ولی چیه؟ شما که میگی 69 مال داوری. شما میگی 69. میگم آقا متولد چنده؟ شما میگی 1371 طبق شناسنامه. خب بچه الان میگی 69. میگم تو میگی ثغره کرده، میگم 2 سال شناسنامه‌اش کوچیک کرده. خب چه پوینت ایست؟ چرا کوچیک کرده؟ مشکلش چیه؟ مشکل نداره، بریم کوچیک کنیم آقا. من اصلا 15 نه یه لحظه وایسا. اگر خلاف کوچیک کرده شما که جلوشو بگیرید. آره کوچیک کردن مگه خلاف نه اصلا درست کوچیک کرده. یعنی شناسنامه‌اش 71 طبق شناسنامه است دیگه. نه میدونم، میگم از اول 69 اشتباه بوده، 71 درست بود. یعنی اون روزی که شما به دنیا آمد